اینا برادرو اتای کولر پیش اومدن در اوینا میکنن اوینا میکنن نه باکی اخلاق که گفتم که اوسو بگردون درنشون درشون تی نه بزا در هوی نمیکنن اینا چیکار کنیم برادر سبحان الله نمیدونم میو چی درتون زده ای بنام خدا قسم چیکار کنم موبایل انگاری هیچی بفرو بیو بریم تمام چیکار کنیم دیگه سلام علیکم برادر عزیز سوز خوبه تنجن انشالله برادر عزیز باورکن دیگه نمیدونم چیکار کنم دیگه سرپر اما میکفه ای مردکای خوب اینا در پیش دومی همی مردکم اومدم ما همی امکیش قطی گب زدیم امکیش شینون دوره اکای فخردین قطی گب زدیم اکای فخردین که بابا لنگاری جوگه بخی همی خدت برا همو جا گفتم تمام همی کارم تو گو بگی با حل که سبحان الله گفتم تمام اکا همی رفتنی ما همونجا شرط باشم من میگیمشون میرم برادر جانو اینا اومدم اینا در دهنی در خونهشون پدزش در اومدیم درش تخت کم درمو درونه هوی نمیکنه ای مردمی خوب ما نمیدونم چیکار کنم این مرا دیگه نمیآوینم شلپر شدم بانو میخدا قسم ها بچه چه خیلی مرد که بانو میخدا من دیگه هیچ نفهمیدم برادر عزیز بانو میخدا اکای بابا جان گفت دیگه نمیدونم چی ببینید که ما هر چی کردیم به خاطر خدا کردیم زمین همین که بیچاره خودش هم دوره سوم جمع کنی بود داد سوما از بازی برمد بیچاره آدمی کار باشی خیلی کارش همین خیلی گرفتیم خش توار برادر گفتن کمک کردیم آدم یافتیم خلاصه از اینکه با گناهگار شدیم امروز برای یک نیم ساعت مینوت که از دیدم سکره شدیم ساعت به وقت مسکو 13:27 روز 13 چیزه 14 دکبر دوستان عزیز اومدیم همجا باید از وا میخوردیم مبلغ ما گفتیم که میگه که شما سوما پریواد کنی مقصد با ما یه ویدیو مینم یعنی که ما دیگه یگون کس باور نداریم برای که خیسن ما را دست برآوردن ما گفتیم که بیا سوما بگیری ببین چه کارا ببین اول چه کارا از این ویدیو رو دام خدمت پارتو منم چه کارا میمونم چقدر اول آدمایی که 5 میلیون 4 میلیون که داج یک کپک نرسیده ما شما را زورا کردم ای بلاگر التماس خیب نقپه هر یک ویدیو شما میبینه همون بچه چقرتا میره چقرتا بعد از هم پدرش میومد سوما میگرفت حساب کتاب میکرد دستی موبایل انگاری حساب کتاب میکرد ما ایدی کار میشید میگو برادر عزیز خیلی نسبت این برادر رو تحمید کردم خیلی برادر رو خیلی من مثلا میگم یک آدم پیر من استفاده بودن نامعلوم چه خیلی کردن بعضی بلاگری بدبخت نه که گرفتن ویدیو کردنش باید هم ویدیو رو میکرد ما 5 شهر روسیه در جای من ایروی نه این بلاگرها خفه نشم برادر من نه یک کلینتی ساز دارم نه یک کلینتی ساز میآید یعنی هجومه را در نظر دارم یکی این هم زندگی دارم این چند کار شاید ساز مارم با هم خاطر دوستان عزیز ما اومدیم پیش خونش در تخت کردیم همین اومدیم رسیم تلفن را کشتم با یعنی که ما گوداگ نیستیم ازدواج نکنیم در آدم سوم در کار ایجو تر میواکه ابودابی برات میرم به خدای خیلمش های بچو همین یک کار دیگه نمون که بکنن مون ها بچه چی های بخدا ما بخاطر الله میکنه میخیر گب نیست ده برادر جانو بخدا نگاه کنیم برادرو بازی ما اومدیم همینجا اول گب زدیم گفتیم که میمو او که بیو با تایدوما اومدیم با تایدوما ما درو اخرین مرا میشناسه خیمه چند بار اومدگی بدم اینجا خطی یکای کامرون وجا نمیموند عبدالسی اندرومانی اینجا نمیمونه هیچ کار بر اومدن من بابا نگرفتم خیلی برو من میرم من 16 ایتاج زنده میکنم 16 ایتاج این را زن ویدیو میسو اینا گفتم در راهو اینا میکنن میزنم کدام یای خونه قرب میکنه خیلی میفهمی خیلی که اینا میکنه دارا اومدم اخرین که پرسیدم گفتم اون کسا در خونه گفتی یانگات گفت خاطی کودکو 10 مینوت پیش برو ما صدی گرفت نکی گفت انا پدرتون در خونه انی گفت در خونه بر اومدگی نیست گفت ما هر یک چیران اهمیت میدم نظارت میکنم در خونه برای چی خدمت کنم من فهمیده من هم زندگی دارم بخی بینه نوخه مسئله را هزار گپ چپ کن که سوما خوندن سوما بوده زن گرفتن بیا پوسته اوخی در کزاد کنم من دیونا میشم بخیر من هم خش فهمیدم که از روی وای گفته که تو ما رو در کزاد نکنی یعنی که در روی مردم
با دشنام برادر دشنام نکنی وای پدر ای خیلی گب نیست یا بخشیش بخشیش برده باشد بخشیش این گب این قدشون باید افراد مقصد کردن همین بیاین بود. بخشیشون اپرسن باید خیلی میومد- گب نیست از چوتا میدید که اونجا 4-5 میلیون کتاگی که من در رو اکران احمد نمیدیم کردن و خیلی تهمت کردن اونجا کای زبلاکری بشه کای اتکریت شده همه شما موندیم سنجیدن دیدن بلاگر ویدیو کاری شده پروست مردم یک گپ گفتنیم همون شخصایی که من ویدیو کاری هستن ماشینی که حرام کر خاور بالا گفته شده همه را بین خودشون چیکارگران خودشون چیکارگران من با یگان اتفاق نمیتیم جواب احمقان سکوت میگن سبق لای کاروان ایدیو نه که من بگم چیکارگران نخو شما عقلتون را شما همه لقمه یا همه از گجا اومده است خودتون فکر کنید مینا نمیکنم این ای برادر ما در همه شهرهای غربی با قدر امکان شاوروز میدهیم در ملت خدمت کرده شدیم و ما گناهگار مایل پوست که چیزی گفتن گیرن نه که همه را شما یک دلیل بیاره که یک جا یک دستی هم مهاجر گیرده هوشیار شه روزمونه مقایسه کنی بعد یک کامنتر بعد نویسی کسی کامنتر نویسی ان شاء الله روز قیامت با چق میکنیم ها بچه یک لیتر فوچا بوار کردین شما مورا بوار نمیکنین بخدو نکنین چوبک خیلی امدالچی من چوبک ما هیچ مگ و برادرم ما بررفتم این ای خونش میروم یا دوتر طولا میروم ما این بررفتم ای ابوظبی میروم ما خونه برم دیگه نمیدونم من گفتم بابا جان اول آخری اومدن ما فهمیدم که به صفحه درو گفت نه اگر گفت بیا وقتا گفت پایان میام گفتم بچه‌ها بابا جان بیا که 1.5 کیلومتر والله قسم 1.5 کیلومتر تو همجا را نیومد نمیدونم وای گفت نه اومد نه ولی بابا جان تو اینجا را بس اومدم تلفن رو وای گفت اونجا من نمیرم که هر روز در همونجا بود روزی که اونجا نرفت بعد هم ویدیوهاش اونجا نرفت گفت شما در بیاید در ماشین همونجا شما را میتیم من مقصد صحبت میکنیم یا ویدیو چت تنید میکنیم میریم اینجا اومدم تلفن کش من نمیدونم مذاق مدارن ازدواج شروع نر پناتون بخدا التماس مسئله سوم چی میشوه مسئله سوم هیچی کمش اگر مرا بیوانم تمام همین مرا برادرو ای صغیرو همین یک خیر کردین من صغیره کم غلطه کردین دقیقه چی گپ نگو همین یافتنم جور همین گیرانش نیافتنم هیچ مونن در که کم تره دیگه اگه ازدواج سکنی تانی ماشید انا که وقتی سوم در کار شو یک مثال میگم سوم حق گودکاش حق پدرش اینه که نه اومدن ازدواج مرا حرامم بودو مرا نمیگ حرامم بودو نصیبی ای دنیا و او دنیا نکنه ای چار سر فرزندم ببر اگر ما بخرم نگاه کنی از هفتمی دکتر نویبر بس ما جمع کنیم اکتبر نگاه کن از همین سومی کامران پروردگار شل حرام و جزیر بگردونه خدمت فرزندام اهل بیمه که اگر همین سومی کامران 100 فرزندام در پدر مادرم در زندگیم صرف کرده باشم ما از برای خدا کردیم ای بلاگرها التماس بس کنی هر یک ویدیو نسبت همین کامران یا پدرش هم یا میکنی همون قدر کاری وای وزمی نمیشه بس کنی از خدا بترسی خدا نگهدار پناتون با خدا برادرو